این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که توی باطلاق بحران‌ها گیر کرده اما میخواد بگه همه چی آرومه. زندگی الحمدلله به طور عادی در جریانه، نگذارید. حالا توجه شما رو به 2 نمونه از همین زندگی عادی که در جریانه جلب میکنیم. بنزین رو سهمیه بندی کردن که 15 لیتر 20 لیتر بیشتر نزنید. صف‌های طولانی از ماشین‌ها به قول معروف پشت پمپ بنزینا قرار داره. اینا واقعا اصلا آدم تعجب میکنه چه ضرورتی اینا بی‌تدبیریه دیگه. ببینید اینا بی‌تدبیر. 5 صبح هممون وایسادیم اسم نوشتیم که نفری 10 تا جیره بهمون برسه. این وضعیت نونه 2 سری 3 سری هم برقا رفته. با همچین وضعی داریم زندگی میکنیم ولی هنوز دارن تو صدا سیما رجز میکنن. هیچکی هم نیست پیگیری کنه. آقا نون نداریم، نفری 10 تا 5 صبح وایسادیم بهمون نمیرسه. رجز نخونید تو صدا سیما. با این حال سگ و سیله های عظما از رو نمیرن و هر بار یه سور به سنگ پای قزوین میزنن. هیچ نگرانی نیست. همینطوره. ببینید چرا باید ما نگران باشیم؟ اتفاقی نیفتاد که مردم بخوان نگران باشن. چه اتفاقی؟ مثلا یک کلانتری رو زدن دیگه، یه جایی رو تو اصفهان زدن. من گوش میکردم گفتگو با مردم شریف و انقلابی اصفهان، من اینجا که اصلا کسی نبود. که این موش هراسون هم میخواست بگه همه چی آرومه اما ناخواسته آدرس دشمن اصلی نظام رو داد. زندگی همچنان در ایران تهران میدون انقلاب جریان داره، ادامه داره. ما هم هستیم منافقین جنایتکار. هیچ غلطی نتونستید بکنید، بازم نمیتونید هیچ غلط کنید. الان عموی شما ترامپ جنایتکار با این نتانیاهو جهنمی وارد میدون شده. همون کاری که شما در سال 60 میخواستید انجام بده ایشون میخواد انجام بده. هیچ غلطی نمیتونه کنه. ما مرد جنگیم، ما مرد دفاع مقدس هستیم. بله، ترس این جماعت از مردم ایرانه، همون ترسی که این بوفالوی ولایت هم نمیتونه پنهونش کنه. فقط یک خطر نظام ما رو تهدید میکند و او خطر اینه که یه روزی شما مردم پشت این نظام نباشید. یه خطر شما این نظام رو ول کنید، شما دست از دامن امام زمان بکشید و شما خسته بشید. یه خطره. دشمن در صدد یه خطرم هست. خلاصه که از بالا تا پایین نظام ولایت همه یه ترس دارن، اونم قیام مردم تو کف خیابوناست. دشمن دلش میخواد کمترین صدایی را اینجا بشنود که بزرگش کند. هر کس در این چنین وضعیتی به هر بهانه‌ای که به نظرش مقدس باشد حتی بخواهد فضای کشور را ناآرام یا غیر عادی بکند، دارد خدمت به صهیونیست ها میکند. این کارشناسا رو آوردن که مثلا به بسیجی‌ها دل بدن، اما با اعتراف به پوسیدگی نظام دل همه‌شون رو خالی کردن. ما غرب زدگی رو خیلی در این دیدیم که طرف فوکل بزنه، کروات بزنه، خیلی ظاهر فهمیدیم. حقیقتش امروز غرب زدگی تا بطن حوزه‌های علمی ها رفته. در بطن حوزه‌های علمی ما به قول آقای دکتر پازوکی نقل قول می‌کردن که رفت تو حوزه علمی گفت انقدر که شما غرب زده شدید ما غرب زده نیستیم. ما باید یک فکری باید بکنیم با این غرب زدگی. با این نمیشه برخورد پلیسی، سیاسی، امنیتی، نظامی کرد. دیگه کار به جایی رسیده که مجریای تیویریش هم مجبور شدن از این روزه‌های وحشت‌آلود بخونن. بنابراین رو میاره به سمت خالی کردن دلها، به هم زدن اوضاع، برعکس جلوه دادن اوضاع زندگی مردم ایران. بنابراین خوب دقت بکنید که دوچار اینجور مسائل هم نشید. من سبزعلی رضایی اومد توی تیویریش تا با وعده استفاده از یک فرمول ناشناخته به بسیجی‌ها روحیه بده، اما به قدری حرفش مسخره بود که خودش و مجری هم خنده رو گرفت. به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟ بله، ما یه تاکتیکایی رو
ناشناخته، یه تاکتیک‌های ناشناخته‌ای داریم، از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. این یکی هم نقاب کارشناسی رو کنار زد، به سبک چاله میدون شروع کرد به هات و پورت. ما کسی نباید بتونه منبر راجع به توانمندی هسته ما، من حالا عبارت یه خورده بی‌ادبیه بگم زر بزنه. یعنی میخوام بگم هی مرتب بگن که آقا ثابت کن تو بچه خوبی هستی. به تو چه بچه خوبی هستی؟ این یکی کارشناسشون هم از غافلگیری بزرگ عظما خبر داد. ولی به نظر میرسه کل داستان مذاکرات تله فریب بوده. مشنگستان این هفته رو با خالی بندی های این کارشناس تلویزیون رژیم شروع میکنیم. بستن تنگه هرمز یکی دیگه‌ش یا ایجاد اختلال درش، بعدیش زدن، یعنی علاوه بر بستن تنگه هرمز و زدن اون مراکز فرماندهی کنترل پایگاه ها تو بحرین و امارات و فلان و اینها و آذربایجان هم هست، همیشه جنوب نریم. علاوه بر اینا میتونی شما تأسیسات نفتی منطقه رو بزنی. البته طبق معمول از قمپوز و این حرفا که بگذریم، میرسه به این نمایش‌های مسخره تلویزیونی آخوندا برای روحیه دادن به بسیجی‌ها. خواهرات خرج تو رو میدن دیگه؟ نه من خود شاهده میخرم همه چی برو خونه. تو بیکاری چیزی میخوای برای خونت؟ پس انداز دارم، من سال 98 104 تا سکه داشتم. من سهام داشتم، سهام خیلی خوبی داشتم. من گفتم فقط می‌خواستیم خسته نباشی میگیم، واقعا میام خدمت دوستان گفتم این کاری بشه که به مزاحم آقایون نباشیم. حتی بخشی از مسئولیت هارت و پورت‌های ولایی هم به مجریای رژیم محول شد. ایرانی که عضو NPT است تو حق نداری به تأسیسات هسته‌ایش حمله کنی و حتی به این موضوع اشاره میکنن که رئیس جمهور ضد جنگ پف مگه تو قول نداده بودی که این کارها رو نکنی؟ این بود ضد جنگ بودنت. صنعت هسته‌ای ایران و توانمندی هسته‌ای ایران با بمباران از بین نمیره. ما خودمون ایرانی ها این رو به دست آوردیم و حتما اون رو توسعه میدیم، حتی اگر مدعی آسیب در اون شده. البته اون چه که از دست رفت دار و ندار عظما بود که اگر بخوان به زبونش بیارن به تته پته میافتن. و با عرض تأسف به مناسبت از دست دادن و با عرض تأسف به مناسبت از دست عذر میخوام، بنده موقع بالا اومدن از پله پام به پله گیر کرد، یه مقدار هول شدم، عذر بنده رو بپذیرید. و با عرض تأسف به مناسبت از دست در دادن این ایام. یکی دیگه از چیزایی که لط و پار شد سیاست مماشات بود که قبلا ازش اینطوری حرف میزدن. حالا اگر به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسه، توافقی حاصل نشه، به نظر شما جایگزین اون چه خواهد بود؟ ببینید آقای خسروی، اونها دوباره از شما دعوت میکنن برای مذاکره. چرا؟ چون به توافق نیاز دارن. ببینید این در دوره‌ای که در مذاکراتی که ما با اروپایی ها در همین موضوعات هسته‌ای و غیره، این در دولت شهید رئیسی هم انجام می‌شد. اتفاقا وقتی تیم مذاکره کننده ما میرفت و میشه صحبت می‌کرد، اونها گفتن شما باید این کارا رو بکنید و الا ما ترک می‌کنیم، ما مذاکرات رو ترک می‌کنیم. اروپایی‌ها میگفتن. بعد جمهوری اسلامی ایران خیلی صریح بهشون میگفت ما این حرفا رو نمیپذیریم، ما این کارا رو نمی‌کنیم. میگفتن خیلی کار بدی کردید، ما یه هفته دیگه تمدید می‌کنیم بیایم با هم صحبت بکنیم. دوباره هفته بعد گفتیم آقا ما اینا رو نمیپذیریم. گفتن خیلی 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 کار بدی میکنید، ما دوباره 2 هفته تمدید میکنیم بیایم با هم صحبت بکنیم. دوباره 1 ماه تمدید میکنیم با هم صحبت کنیم. با این حساب عظما توی چنین وضعیتیه.
این هم یک چشمه دیگه از بخور توی استبل آرامش بخش ولایت. استیزاها شما می‌بینی که وزیر که میاد چندین کیف داره همچین پر اینطوری واد کرده، وقتی داره برمیگرده همه لاغر شده توش خالی دیگه. یعنی استفاده از یه مجموعی از مناسبت‌ها و امکانات برای جلب رأی فلان، چقدر خود رو گرفتن این نمایندگان از کارخونه‌ها که بالاخره مدیرش دولتی بود که نمی‌دادن استیضاح می‌کردن. البته این دزد بازار فقط به استبل ولایت محدود نمیشه. یه نمونهش بین امام جمعه خامنه‌ایه. اتهامات مالیه که مطرح شده. خود حاجی های صدیقی هم همونجور که دیروز خبردار شدید خودشون به صراحت اعلام کردن که تابع قانون هستن و تو گفتن که حاضرن برای روشن شدن قضیه به جریان دادرسی کمک کنن اگه لازمه. یکی نیست به این بگه اول قضیه زمینای ازگل رو روشن کن بعد پرونده جدید دست بگیر. تازه این همونه که میگفت اینا شایعه است. کار منافق شایعه سازی و نشر شایعات. اگر اولا انسان در برابر شایعه پراکنها موضع بگیره، میدون نده، غیبت کسی رو، ریختن آبروی کسی رو حاضر نیست با شنیدنش میدون بده به دشمن، دشمن جامعه ما را گرفتار اختلاف و سلب اعتماد عمومی بکنه. بعدم میخواست با عمامه رئیسی قضیه رو ماسمالی کنه اما نشد. رئیس جمهور نماز جمعه‌ای بود. تو اون شرایطی که دیدید برای ما هم حوادثی پیش آمد، خودش جز اولین کسانی که بعد از اون حادثه در نماز جمعه ما حضور پیدا کرد و نوازش میکرد. میترسید که ما ضربه خورده باشیم، از صحنه عقب نشینی بکنیم. مشنگستان این هفته رو با این جلسه به اصطلاح مناظره به پایان میبریم که قرار بود نمایش آزادی بیان باشه، اما این اتفاق توش افتاد. با چه حقی بذل و بخشش کرده ای از پول ما 1020 همت جامعة المصطفى؟ یا که کلی پول دادی از برای یک سرود مثل لبنان قصه‌ات سمت بلوچستان نبود. حال خیلی جدگیری چیز داره. کامنت آره دیگه. سوگیریه. یعنی اصلا این برنامه معلوم میشه سوگیریش اینه که این شاعر رو دعوت کردن با این حرفا. شما دعوت کردید دیگه. یعنی کاملا جهتگیری داره. نه شعر که میر نیست، شعر وقت هنر به خرج دادن. آقا بذارید قضاوت مردمی باشه. ما قضاوتمون بگیم اینجا سوگیری وجود داره. حداقل اجازه تموم شه. بفرمایید. صحبت‌های قدیری ابیان و قطع کردن و شکستن خطبه و خطابه و شعر و داستان نشون دهنده اینه که شاید بشه داخل این رفتارها متوجه این شد که چرا ما این وضعیت رو تو کشور داریم. این شعرهایی که شما میگید نتیجهش الان آیتمش ارجاع کنید بعد نظراتتون رو بگید. شما ما رو دعوت کردید، یه شاعر دیگه هم دعوت می‌کردید از این ور بگید. اون وری هم گفتی یا فقط این وری رو گفت؟ من احترام می‌ذارم به نظر شما. ما دو بیت آخر آقا دو بیت آخر حد کنه دیگه بقیه‌اش متناسبه. من مایل نیستم بشنوم نه چرندیات رو. آره دیگه. آقا اجرا این نتیجه رعایت نکردن چرندیات به نظر من آقای احمدی